رفتیم فایت. هنرمندان تئاتر به نام تحفه فاضلوی شهریکانی بادام آخر ماه سپتامبر نخست نمایش برنامه تئاتری موسم 88 خش را بدون حضور تماشابینان به صحنه گذاشتند. ولی بار اول در تاریخ تقدیم نمایش‌های تئاتری در تاجیکستان آنلاین تئاتر را به راه ماندند و در زمان رعایت حتمی فاصله گیری اجتماعی خواستند با این راه از تماشابین خویش دور نباشند. نمایش طریق یوتیوب کانال تئاتر و پیوند آن در صحیفه‌های دیگر اجتماعی صورت گرفته است. در دوران پاندمی ما از تماشابین ما خیلی دور شدیم. یعنی مخصوص ما آماده کردیم یک نمایشی نام دارد بازیچه ها برای تماشابینان و خواستیم به طریق آنلاین پیشکش کنیم. یعنی مردم به یگان خطر از خانهشان نبرآمده میتونن تماشا کنند به طریق یوتیوب کانال تئاتر. سلام براتون سرتون. امروز دو تا شیرین ناری پنجگه پشت محکمه زنجان میکنند. حتی برای جلب دایره وسیع تماشابین در پایان نواری مستقیم زیرنوشت یعنی سوبتیتر را با زبان روسی در رفت نمایش یا خود سپکتاکل همراه کرده بودند. هرچند صفحه اعضایان صحیفه یوتیوبی تئاتر همگی اطراف 200 نفر است، ولی صحنه مذکور را در مدت کمتر از یک هفته قریب 2000 نفر تماشا کردند. ما میدونیم که در قزاقستان، در قرغیزستان خیلی آنلاین پخش‌های مستقیم بسیار میشود در تئاترها، در تلویزیون ها، حتی در ازبکستان. ما هم همین چیز را تماشا کردیم و گفتیم که ما از آنها چه کمی داریم. حیفا چرا نفهمیدم موندم من نگرنگ بینگر چقدر بود از دنیای ما قشنگ اصلا نمیدی هم حیاتی خش را برباز آخر برای شاد بودنم سبب زیاد. درآمد اصلی نمایش‌های تئاتری از حساب فروش چیپته‌ها و سفرهای هنری است، اما چون در این شکل تقدیم فایده از تماشابین به دست نمی‌آورند، اینستیتوت جمعیت کشاد بنیاد مدد در تاجیکستان به هنرمندان جوان کمکی مالی کرده است و برای فراتر رفتن یک تئاتر مضافاتی با راه الکترونی مساعدت نموده است. ما از این فرصت استفاده بوده برای خود ضمیمه کردیم و ما من بعد می‌داریم که همین یوتیوب کانال یعنی بیننده زیاد میشود، تماشاش زیاد میشود و همین گونه یکی از راه‌های درآمد هم یک سبزیده میآید. قربان باباجانوف سابق سرکارگردان تئاتر به نام کمال خوجندی نیز طریق آنلاین از یوتیوب این نمایش را دیده است و میگوید به شرافت اینترنت اصلا نیاز مردم به تماشای تلویزیون و یا رفتن به تئاتر امروز کمتر شده است. پیش از همه پیدا گشتن چنین نمایشنامه آنلاین اینترنتی از آن درک می‌دهد که در تئاتر جوانهای عصر 21 که واقعا امروز تئاتر به تمام مضمونش محتواش آموختند کار میکنند. ما فکر میکنم که در دیگر تئاترها این ربط نبودنش در آن است که یک گروه کلانسال هنرمندایی که از این نمود تئاتر آگاه نیستند و جوانای کار میکنند، یعنی که کانفلیکت باطنی است، درونی است که این نمیاد برای پیش رفتنشان. حالا هنرمندان علاقه نمایش دویمی آنلاینی خود را با نام کارلسلان از روی اثری نویسنده اروپایی آماده کرده ایستادند و با وجود دریافت اجازه نمایش سپکتاکل در تالار با حضور بیننده میخواهند اول طریق پخش مستقیم این صحنه را در یوتیوب کانال خود منظور هواداران نمایند. از روی نقشه‌هایی که ما داشتیم باید ماه اکتبر همین سال با اولقلی یک نمایش باید میگذاشتیم، اما چون حالا راه ها بسته است و امکان با هم کار کردن نیست، ما خلاصه کردیم که اولین تجربه آنلاین نمایش گذاشتن را در تئاتر تجربه میکنیم. یعنی کارگردان از لندن ایستاده با واسطه آنلاین با ما تمرین میکند و ما یک نمایشی رو با واسطه آنلاین ایجاد میکنیم. حالا حدود 15 نفر هنرمندان جوان در این تئاتر مضافاتی فعالیت میبرند و در گذشته نیز با نمایش‌های جالب و دیدنی و مثل سود دیوانگان، کار اشکمبه در بین هواداران تئاتر محبوبیت به دست آورده بودند.
ҳатто дар даҳҳо фестивалу озмунҳои байналмилалӣ дар лондону шанхай ва русияву кишварҳои осиёи миёна ҳам ширкат варзида ҷоизаҳои баландро сазовор гаштанд. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Конибодом.